عقلدار و گوشدار و فهمدار تبدیل خورد. و دیگر مفسران میگن که فانشأناه خلقا آخر کان صغیرا فاصبح شابا ثم شیخا، یعنی کودک بود بعد از آن جوان شد، کلان شد، پیر شد. این خیلی مفسرها اطراف این آیه مبارکه قرآنی انا صحبت کردند. حضرت علی رضی الله عنه می فرمایند اذا اتمت النطفه اربعة اشهر بعث الیها ملک فنفخ فیها الروح فی الظلمات الثلاث. وقتا که همین آب در شکم مادرش به 4 ماه رسید و 4 ماه تمام شد، خداوند یک ملائکه را میفرسته و همون ملائکه با اجازت خداوند روح میدمانه در همون جسد، حتی در این تاریکی شکم، در تاریکی رحم، در تاریکی با آبی که در او هست، در همین 3 تاریکی ببینه بزرگی خداونده که در درونی همو جاد میکنه، نمیکشد، 9 ماه نمیکشد و همین تو را خلق تا پره میکنه و روح تا همونجا میدمانه. بندگان خداوند وقتی که این خلقی باشد، ترکیب انسان بر همین دقت در قرآن ذکر شده باشد، 1437 سال پیش در زمانی که نه اوزی بود نه این تکنولوژی پیشرفته بود، پس بدانیم که غیر الله به این دقت نه محمد و نه مردم عرب ای را ذکر کرده نمیتونند. از این فهمیده می شود که قرآن کتاب خدا هست و محمد پیامبرش هست که بر همین دقت نازک همین تکوین همین انسان را ذکر کنند. وقتا که این خیل باشد، اکنون ببینیم که الله جل شأنه در این سوره دیگر چی میفرماید؟ لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. این همه آسمان ها و زمین و مالکیت این در دست خداوند است. ببینید که به همین بزرگیش الله جل شأنه ما و شما را این قدره که امروز مثال یک انسان یک قطعه زمین تصرف میکنه میگیره، همه ظلم بالای انسان مقصد که رها میبینه، همه ظلم بالای انسان جایز میدونه، اما الله جل شأنه به همین بزرگیش که آسمان و زمین، این کائنات، این ستاره ها، آفتاب و ماهتاب، از بالا 7 طبقه آسمان، 7 طبقه زمین، به همین بزرگیش بالای بنده هاش ذکر نمیکنه. لیکن یک انسانی که از یک جای حرام به دنیا آمده است، از یک آب منی که هیچ قیمت نداره به دنیا آمده است، اگر در سر 10 کس یا 100 کس یا 1 میلیون یا 10 میلیون یا 100 میلیون انسان اگر نفوذ پیدا کنه، همه ظلم بالای اونها جایز میبینه و روا میبینه. لیکن این ملک الله جل شأنه، اینها همش میروند، ظالما همه میروند و باقی دین خدا میمانه. مسجد ویران کنا میروند و مسجدها باقی میمانه. دین معان کنا میروند و دین الله باقی میمانه. لیکن انسان مسلمان باید فکر کنه که من چیکار هستم. در دوامش الله جل شأنه میفرماید یهب لمن یشاء اناثا. ما هبه الهی همی هست که خیلی که بخواه خدا جل شأنه به کسی را چیزی بخواه میتیه و برای انسان دختر میتیه. یکم دختر ذکر کرد الله جل شأنه به همین خاطره که مردم عرب در همون زمان دختر بد میدیدن، خیال میکنن که اگر دختر بیایه یک ناانسانی همون انسان پیدا میشه. این خیلی نیست. به همین خاطر خداوند پیش از پسر اول دختر ذکر کرد و یهب لمن یشاء الذکور، و خدا میخواه برایت بچه میتیه، دخترت با نمیتیه. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا اینکه خداوند در یک خاندان هم دختر هم بچه میتیه. مثال یکمش میگن که الله جل شأنه همه را همی بچه میتیه. رنگ نوح علیه السلام دختر نداشت،
یا همه را دختر میتیه. انسان های هستن که فقط دخترشو میتیه، مثل لوط علیه السلام که پسر نداشت. و انسان های هست که هم پسر هم دخترشو میتیه، مثل محمد علیه السلام که هم دختر داشت و هم پسر. الله جل شأنه در دوام همین آیه میفرماید که و یجعل من یشاء عقیما، اگر خدا بخواه اگر به ذریاتت میکنه، به فرزندت میکنه، اگر 10 شوک 10 زن بگی از تو نسل نمیتیه. همه دخترای همین انسان از اینجا تا امریکا و تا روسیه و تا اسرائیل تا اروپا که جای اگر بره، اگر خداوند جل شأنه فرزند اگر در اصلی تو نکشیده باشه، اگر برای تو نمیتیه. این وعده الله جل شأنه است. وقتا که امروز در عقیقه اشتراک داریم ما و شما، حدیث میخوانیم که امام بخاری رحمت الله علیه روایتش میکنن که مع الغلام عقیقه فاحرقوا عنه دما و امیتوا عنه الاذى. یک انسان که پسر اگر از او تولد شوه، سنت همی است که برای پسر 2 گوسپند بکشه، برای دختر 1 گوسپند بکشه و موی سر او را بگیره. و اگر بتانه سنت همی است که روزی 7م، نتانه روزی 14م، اگر نتانه روزی 21م اگر بکشه میشوه. همچنانه که ترمذی رحمت الله علیه روایت میکنه که تذبح عنه یوم سابعه، روزی 7مش میکشنش و یحلق و سرش میتراشه. سرتراشی رم زید یهودی ها است. یهودی ها میگفتن اگر کودک سرش بتراشه اگر کور میشه و این خیلی نیست. اسلام میگه که سنت پیامبر همی است که سرش بتراش. و در روزی 7م هم گزارش که دعا کنیم که الله جل شأنه این فرزندایی که در این 3 خاندان به دنیا آمدن، خداوند پیروی قرآن و سنت شان بگردانه و الله جل شأنه خادمان پدر و مادر و خادم دین و بیرق بردار اسلام و مسلمین بگردانشان. یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.